قسمت سوم شازده کوچولو. گفت بی زحمت یه بره برام بکش. از خواب پریدم. ها؟ یه بره برام بکش. چنان نجاجستم که انگار ساقه بهم زده بود. خوب که چشمهایم رو مالیدم و نگاه کردم، آدم کوچولوی بسیار عجیبی را دیدم که با وقار تمام تو نخ من بود. این بهترین شکلی است که بعدها توانستم از او درآرم. گیرم البته آنچه من کشیدم کجا و خود او کجا. تقصیر من چیست؟ بزرگترها تو 6 سالگی از نقاشی دلسردم کردن و جز مار بوهای باز و بسته یاد نگرفتم چیزی بکشم. با چشمهایی که از تعجب گرد شده بود به این حضور ناگهانی خیره شدم. یادتان نرود که من از نزدیکترین آبادی مسکونی 1000 مایل فاصله داشتم و این آدمیزاد کوچولوی من هم اصلاً به نظر نمی آمد که راه گم کرده باشد، یا از خستگی دم مرگ باشد، یا از گشنگی دم مرگ باشد، یا از تشنگی دم مرگ باشد، یا از وحشت دم مرگ باشد. هیچ چیزش به بچه نمی برد که 1000 مایل دور از هر آبادی مسکونی تو دل صحرا گم شده باشد. وقتی بالاخره صدام درآمد گفتم آخه تو اینجا چه میکنی؟ و آن وقت او خیلی آرام مثل یک چیز خیلی جدی دوباره درآمد که بی زحمت واسه من یه بره بکش. آدم وقتی تحت تاثیر شدید رازی قرار گرفت جرأت نافرمانی نمی کند. گرچه تو آن نقطه 1000 مایل دورتر از هر آبادی مسکونی و با قرار داشتن در معرض خطر مرگ، این نکته در نظرم بی‌معنی جلوه کرد. باز کاغذ و خودنویسی از جیبم در آوردم، اما تازه یادم آمد که آنچه من یاد گرفتم بیشتر جغرافیا و تاریخ و حساب و دستور زبان است و با کج‌خلقی مختصری با آن موجود کوچولو گفتم نقاشی بلد نیستم. بهم جواب داد عیب ندارد، یه بره برام بکش. از آنجایی که هیچ وقت عمرم بره نکشیده بودم، یکی از آن 2 نقاشی رو که بلد بودم برایش کشیدم، آن بوهای بسته را. ولی چه یکی خوردم وقتی آن موجود کوچولو در آمد که نه فیل تو شکم یک بوها نمیخواهم، بوها خیلی خطرناک است. فیل جا تنگ کن. خانه من خیلی کوچولوست. من یک بره لازم دارم. برام یه بره بکش. خب کشیدم. با دقت نگاهش کرد و گفت نه این که همون حالش هم حسابی مریض است. یکی دیگه بکش. کشیدم. لبخند با نمکی زد و در نهایت گذشت و گفت خودت که میبینی این بره نیست، قوچ است، شاخ دارد نه؟ باز نقاشی رو عوض کردم. آن رو هم مثل قبلی ها رد کرد. این یکی خیلی پیر است. من یک بره میخواهم که مدتها عمر کند. باری چون عجله داشتم که موتورم را پیاده کنم با بی‌حوصلگی جعبه‌ای کشیدم که دیوارش 3 تا سوراخ داشت و از دهنم پرید که این یک جعبه است، بره‌ای که میخوایی تو این جعبه است. و چقدر تعجب کردم از این که دیدم داور کوچولوی من قیافش از هم باز شد و گفت آها این درست همان چیزی است که میخواستم. فکر میکنی این بره خیلی علف میخواهد؟ چطور مگر؟ آخه جای من خیلی تنگ است.